بابل چرا خاموشی در این گوشه کنم؟ چی فرمایی به این فرزند دلخون؟ عبادت کن برای ذات بیکون. خدا بر طاعتم حاجت ندارد، دل من هم آن رغبت ندارد. اگر راضی نی از ذات یکتا؟ راضی نیم امروز اصلا. بشاو شبکا کن زودتا ببین مای بنده همان بی که زی تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا آورد. شکر کنم عمر به سر میبرد، عاقبت کار ولی میمورد. شکر کنم، توبه کنم. برای چی؟ گر نکنم قهر کنم. قهر کی؟ شکر کنم، شکر به غم خوردن از زندگیم برای همین مردن است. الله حضر خدایا زین میوه تلخ گمان کردم شیرین است چون نخل. ما نخلی کسافت میوه آورد، به مایان کلفت و داغ و غم و درد. نمیکردید میل نخل جنت، نمیخوردید افسوس و ندامت. به تو از قهر یزید خوف و بیمه، همه این کاری شیطانی رجیمه. چی عیبی دارد در این کار؟ درختان دیگر بودن بسیار. خدایا با مایان مهربانی، کسی را هیچگاه در ره نمانی. و ما هم رزق بخشی هم قناعت، به دل افزوده امید و متانت. حمد و ثنا بنامت، حمد و ثنا بنامت. ایها فرزند ما یک دان و یک مغز، کنون میلش مرا هرگز مبینست. مترس از ما، مترس از آه و واهم، نمی ارزم به چیز خاکی راهم. مکن زنهار پروا از شریعت، به یاد خود نآور باغ جنت. مکن از هیچ چیز احتراسی، مکن از دوزخی سوزان حراسی. نمیگویم زی خویش و اقربا ترس، همه بگذار تنها از خدا ترس. مسوزان تو غریب و مبتلا را، بکن وردی زبان نام خدا را. تو شکری روزگاری با صفا کن، تو قرض آدمیت را ادا کن. بله آن صفا در ابتدا شد، ولی آخر به بدبختی فنا شد. زینا شکری شود حالی تو بدتر، مبادا که شوی سرسان ابتر.